برادران عزیز محترم، من در تاجیکستان زندگی میکنم. زیای و روسنای خالدارونه شوهر من در مسکو اومده 3 سال شد درکش نیست. من 3 گودک قطع عذاب کشیده در مسکو شوهر ما کفتنی آمده. از شما خواهش دارم که شوهر مرا یگان جدا دیدین مرا کوشش کنین، یگان درکش بفهمم. پیش کرامت شریفویچ آمدم عرضه شکایتی نویستم برای با من کمک در کارای. من عذاب کشیده 3 فرزند ما پرتافته خونه اوچم آمدم در مسکو. 7 فوریه دا آمده بودم. وقت گفتم در تاجیکستانم پرسپورس کردم، رفتم همه جا رفتم، یگان آدرسش یگان گپ خبرش نگفت، یگان تا کمکم نکرد. مسکو خودم کفتنی آمدم. 2013 گم شده بود. بازیره وفشم تا درکش نیستی. پیش اوتای ما دا کار میکرد. پیش اوتان ساعت 7 برآمده، پیش یک جورا میرم سامان، پیش یک جورا میرم گفته گم شدگیای. نمیدونم هم خبر شده، یگان تلفنم نمیکنه، یگان آدرسم نیسته، هم پرسپوس کردستم یک زنده مردانش نمیدونم. شوهر من میخوایم که همین زنده مردانش ما بفهمم بدونم کجا ده هستی نیستی. من میخوایم که امید جان شوهر من میشوه گم شدگی همه خبر درکش نیافتم. شوهر من میخوایم که همین زنده مردانش ما بفهمم بدونم